دوران ناصرالدین شاه قاجار. در این ویدیو می‌خواهیم راجع به خرافات زمان قاجار که یکی از جذاب‌ترین اتفاقهای تاریخ است صحبت کنیم. دوران ناصرالدین شاه قاجار در تاریخ ایران دورانی پر از خرافات‌های مختلف بود که هنوز هم برای مردم جذابیت دارد. یکی از خرافات معروف این دوران باور به قدرت فراتبیعی نسبت به شاهان بود. بسیاری از مردم بر این باور بودند شاهان قاجار دارای قدرت‌های ماورایی هستند که می‌توانند با جادو و جادوگری به مشکلات مردم راه حل بدهند و این موضوع در زمان ناصرالدین شاه، محمد علی شاه و مظفرالدین شاه بیشتر می‌شود. دوران قاجار دوران بیخردی و عقب ماندگی است که بیشترین تأثیر را بر جنبه فرهنگی و روحانی جامعه دارد و شاهد عقب ماندگی مالی در این دوران هستیم. در این زمان شغل‌هایی مثل رمالی و دعانویسی که درآمد خوبی دارند را مشاهده می‌کنیم. هر خانواده سرشناس قاجاری ارتباط صمیمی با رمال‌ها و جادوگرها داشتند و برای حل مشکلاتشان به این افراد مراجعه می‌کردند. علت گرایش به خرافات در عصر قاجار ترس و فشار محیطی، شکست ایران در جنگ با روس‌ها و از دست رفتن بخش‌های از خاک کشور، حضور بیگانگان به ویژه انگلیس و روسیه که با نیرنگ‌های مختلف در امور داخلی و خارجی ایران مداخله می‌کردند و ظلم شاهان قاجار به مردم و غارت اموالشان همه زمینه گرایش به سمت خرافات را برای جامعه فراهم کرد. در عصر قاجار به گفته بدیعالزمان فروزان اسلام به خرافات آلوده شده و ما در زمان خرافه پرستی هستیم که لباسهای دینی به تن دارد. ناصرالدین شاه برای انجام کارها استخاره می گرفت، همچنین برای گرفتن حاکمیت هرات از انگلیس. محمد علی شاه در سال 1278 برای به توپ بستن مجلس ملی استخاره می گیرد. میرزا آقاسی که فردی بسیار پس فطرت بود در رواج خرافات در زمان قاجار نقش بسیار اساسی داشت. به خصوص در زمان محمد علی شاه برای انجام امور هر کاری از جادوگرها و رمالها کمک می‌گرفت و اعتقاد مردم به چشم زخم و دست به دامان افسون می‌شدند. زنان مهره‌هایی را به موهای خود می‌بستند. اگر کسی لباس نو می‌پوشید، یک تکه کهنه به آن می‌دوختند یا گوشه‌ای از آن را پاره می‌کردند تا از چشم زخم در امان بماند. یکی از دیگر از این خرافات اعتقاد به ساعت صد بود که منجم باشی با دیدن طالع و وضعیت ستاره ها نتیجه خوب و بد را اعلام می‌کرد. این ساعت صد برای لشکرکشی، مقابله با دشمنان و کارهای ساده استفاده می‌شد. آقا محمد خان قاجار ورود خودش را به تهران 2 روز به عقب انداخت چون ماه در قمر بود و تا 2 روز به تهران نیامد. حتی عادت‌هایی در میان مردم تحت تاثیر این خرافات قرار گرفته بود، مثل ساعت حمام رفتن، ساعت ناخن گرفتن و حتی برای انجام کارهای روزانه اینکه چه ساعتی مناسب است. اگر کسی یک عطسه می‌کرد، همه همانجا می‌ایستادند، چون عطسه اول را بد می‌دانستند و عطسه دوم را خوشیوم. برای درمان بیماری به جای اینکه به دنبال علم بروند، به دنبال جادوگر و رمال می‌رفتند و خرافات بیشتر در بین زنان حرمسرا و دختران رواج بیشتری داشت و زنان به انواع جادو و طلسم و دعاهای محبتی برای همسرانشان به رمال‌ها و جادوگرها مراجعه می‌کردند. دختران شب 27 ماه رمضان از توپچی مروارید بالا می رفتند و از روی آن سر می خوردند و پایین می آمدند تا بخت و طالعشان باز شود و تا سال آینده به خانه بخت بروند. متاسفانه این بار خرافات باعث رویکرد عقل ستیزی و شبه علم شد، اثری که ما تا به امروز آن را در جامعه مشاهده می کنیم. در این ویدیو در مورد ناصرالدین شاه
و محمد علی شاه صحبت کردیم که خرافاتی ترین شاهان قاجار بودند. در ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید.